میگه یک آسمان قطعی گذشت کردم، یک ملائکه را دیدم. حضرت جبرئیل میگه یک ملائکه را دیدم، بسیار ملائکه زیبا. این قدر ملائکه زیبا را من بار اول دیدم. مرحمت. جبرئیل همین گفتن حبیب خدا ما این ملائکه زیبا را بار اول دیدم که این زیبا، این چهره نورانی. باز هم خدا او را یک بالا یک کت زیبا در اکرامش کرده است، یک کراوت زیبا، یک کشپلو زدگی. 70,000 ملائکه خدمتش میکنه. 70,000 ملائکه. ملائکه را دیدم که خدای مهربان عزتش داده است. این عزت بالا که 70,000 ملائکه برای خدمت یک ملائکه ایستادگی هستند. 70,000 ملائکه خدمت یک ملک خدا را میکنند. گفتم خوشا به حال این عجب ملائکه این قدر اکرام عزت پیش خدا. این چی کرده باشه که خدا این عزتش داده باشه؟ و گذشتم رفتم حسوس خورده. چند وقت پس بالای کوه قاف قطعی میگذشتم، حضرت جبرئیل گفتن این خبر جبرئیل و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن حبیب خدا به بندگان خدا اعلان کردن، به امتانش اعلان کردن. جبرئیل گفتن حبیب خدا چند وقت پس این منظره ای که این ملائکه را در اکرام و در عزت دیدم، بالای کوه قاف قطعی میگذشتم، همین ملائکه را دیدم، همون ملائکه که 70,000 ملائکه خدمتش میکرد. از هر حال جبرئیل باز تعریفش کردن 70,000 ملائکه خدمت میکرد. از هر نفسی که میکشید خداوند از هر نفسش یک ملائکه خلق میکرد. این عزت و آبرو را ببین، این شرف را ببین، از نفس خدا ملائکه خلق کنه. این بسیار مقام بالا است برادر عزیز. از هر نفس این ملائکه جبرئیل میگه خدا یک ملک خلق میکرد. بالای کوه قاف خطی گذشتم میگه جبرئیل امین، دیدم همون ملائکه پر و بالش سوختگی در یک حالت ویران بالای یک کوه، همین کوه قاف ده پرتافتگی الاس بی جانواری، بسیار حالتش حالتی بد. از حالش سراغ کردم، گفتم ای بنده خدا تو چی کار کردی که به این بلا گرفتار شدی؟ من ترا بهترین عزت و آبرو دیده بودم، حتی حسوسی ترا خورده بودم که تو چقدر پیش خدا قدر داشته بودستی. تو ملائکه هستی که 70,000 ملائکه خدمتی ترا میکنن. از هر نفسی تو خدا ملائکه خلق میکرد. تو چی کار کردی به عذاب خدا گرفتار شدی؟ چه کم بود کردی؟ میگه این ملائکه گریان شد و گفت جبرئیل امین بسیار یک گناهی واسبین کردم. گفتم چی گناه کردی؟ خدا تو را ببخشه. این عزتی که خدا تو را داده بود لایق سزاوار نبود که تو لغزش بکنی. چی خطا کردی؟ گفت شب معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد خدا دعوت شد. خدا مرا عزت بسیار بلند داده بود، بسیار اکرامی بالا داشتم. پیغمبر خدا به پیش من گذشت، حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم. من پیش حبیب خدا نخیستم. خدا را بسیار ناخوش آمده این کار من. از درگاهش مرا ران به چنین حال گرفتارم کرد، پیش پیغمبرش نخیست. گمان کردم که مرا پیش خدا عزت دارم، اما این پیغمبر خاک که پاش از ما بالا بود است. من پیش حبیب خدا نخیستم. حال در شأن پیغمبر ما و شما برادر عزیز، پیغمبر صلی الله علیه و سلم